کارت از طرف خودم داریم که این بچه داد دست ایما و رفت. الان خیلی که ما مثلا عرض کنیم خدمت رو برای شهر میدم که عرضیتون سر خودتون دو کلمه ما دیشب عرض کردیم خدمت رو عرض کردیم مجلس وقت صبح بودیم ما گفتیم حقشید که هیچ ما هیچی رسولمون نه حقشید بیاریم تفنگ هم نیاریم اسوزی هم نیاریم هیچ کدوم من نیاریم همه رو گذشت کنیم به او فامیل و او قوم و او برادر و او داماد دوم مثلا فرمودی گفتی پشمریه مهمتر میریه وقتی هم قولم خواست در حیات نه اینا وکالت داریم زدو که روز قیامت اروین نشینیم که یک و اینا زمون سوال کنیم چه کنیم الان هم ما در خدمتتونیم آقایون هم همه زمان بزرگتر هم عرض کردیم خدمتی رو رسمت فرماش کردن چیه که فرماش حساب فرماش کردن الان بیان است گفتیم 500 تا سکه خدمت یه سلامات بر محمد خدمت شما ناقابله بهمنی آقای بهمنی مدرسیان قبول کنیم مدرسیان و مدرسیان بود کم بود هر مدرسیان بود زیاد بود که فرمایش کردیم با عرض معذرت اما آی مارو اما اصلا بحثی می‌رسد اما کار عبدالفولاد نه خوب فرمایش شرمندی آی مارو ببخشید دایم فرمایش که کار به رضا دایم دوره که به رحمت خدا رفته اول به رضا خدا چون که ما در حیاتی چه سه به دست داماد همه ما یه گیر کاری در حیاتی هر کدوم که هم سخن بگیم زبون مثلا گفتار این کن میکنیم مثلا تعریف کنیم ولی دایی لطف کنه فهمی دشمنی ناره یا بارسنگینی ناره لطف کنی به رضا خدا و بعدم به رضا داییم یه فرماشتان بودید انشاءالله کار برای خوشنوی خودتون و امام زمان اجمعاً سلام. من که از خدا خواجه فرمودی خواسته خاصی نیما نهادیم رو چشم تقدیم کی بسیار یزدان پاک سپاس کنیم که تعصب مین میوند مال ما روی و ما پیوندی وصله بودیم با خودمون وقتی که نشینیم بحث و مذاکرات داریم جنابالیون و برادر بزرگ تعصب و میوند کنیم ایقدر خدا خواهمون سپاسیم به خاطر وصل جدید که به قول فرمایش کرد خدا و قدیمی نیما داریم آدمیش کنیم امیدوارم خدا که پای یک بمونیم و روزانه شریطر باشیم ما یک دیگر و ایما خیلی قدردونیم پذیرفتیم مرحوم آقا غلام رحمت خدا رفته بسیار پشت قوینه و فامیل داره به قول که خدا خانم گفت دست و بچن دستی ما وصیت های انسان ها تو زندگی ها به وجود داره که همه عاقبت به خیر وان که اسم هم شکر خدا ما پذیرفتیم که اونو با تعصب گرونه میوند و قدمتون رو چشم نهادیم درباره سکه کم آخان محمد فرمود که خدا ایما بین خودمون 500 تاه هم یگمو اختیار دارین یارین استاوتر هم که خدا خواسته اموها من اختیار تمام دارن روی ما به تربیتی نمی‌فهمه که بچه سنم
ایما یعنی خدا دونستو اندازه زمین تا آسمون قومی تو راسی. چون دیگه تکرار نکنم به عنوان تعصب تو میوند، تعصب ما لیسا دیده ما افتخار کنیم همونجور که تو پذیرفتی همونجا ما در خدمت، ما در خدمت. آقایون بهمنی به فرمایشت اخوی که فرمایش کرد دو تا چیه شیبه های مری مهمتره. ما عرض کنم خدمتتون شیبه ها مهمتره، چون شیر مادر ما حسن بسه خونه طوری که حساب بزرگی کردنه و لطف کردنه شیبه ها گذشت کردنه باز هم ما چشم گذشت بیشتر داریم خدمتتون طوری که عرف و البته هر چی که دستوری ده ما هم خدمت با کمال میل، اما هم هر طوری که عرفه هم به خدمت رسم ها همه جا زیاده ولی عرف جامعه چیه بره ایسا هم ما به خدمت و هر طوری که دستور بده. جنابالی فرماش کردی گفتیم امروز همه مهمتر شیرها شیر مادر شیرها اون زمانی مردم خود مهم تمخور بیدن چون تا وقتی یکی وسیع دخترمو اون باری 100 تا گوسن باری هرچانه اون باری ازازی و باری تفنگ باری نمچه باری خوزته تمخوری انسان بید الان هم ایما کنیم مثل هیچی گفتیم اونو حلال نیست اونو حلال نیستن و پشت مریه یه چیه الان این ساختمان می‌نست نشسته این ساختمان می‌نست نشسته چند تا ستون داره؟ اون دو ستون پوشمریه آدمه درسته ولی اون مال دنیایی به درد انسان نمیخوره. ما 500 تا گوسفند زیابا بسونم و چند تا حیوان بسونم و 100 تا گوسفند بسونم یا چند میلیون پیل بسونم اون به درد انسان اون مال دنیایی به درد نمیخوره. فقط همین سلام علیمون و وصله‌مون بهتر از اون مال دنیایی. الان هم در خدمت دونیم عرض کردم ایسا هم کرامت بیشتر کن ما خدمت زویست آسی آقایون و اینو هم کرد سلامات بر محمد مختص مازی نه تو حق اولویت باتی به حق طلبم زیما داری تو تری هیچ میمانه احترام تو جا خواهد جدایه چون جلدی داری آره که خدا دوست داره همیشه فرصت طلب داره تو که طلب داری بعض هم میگم برادر زن گیر مردم عمو تو که عموی من رسم خواهد چطوری؟ یعنی رسم جوی باید قرار نمیدیم خدا وکیل دارید به قرار ما 500 تا 600 تا همه کنه خانمه همه به دوغن ارزوی نه اول سکا ایسا که گروینه و ما هم در اون مرحله قرار گرفتیم ما خواهیم دو تا روزگار داریم و دو تا طایفه الان مثل حضرت که دارن طایفه‌ای دو تا مقدم هم طایفه یکی دام حضرت تاخیری و یکی هم دام حضرت سیوانو حضرت داوطی هر موقع صحبت کردن بود 124 سکه بودم 24 سکه بودن 70 تا بودم 70 تا حالا اما یه جای زبون مفتری مرحوم غلام بنده ولی اسلام یه فرمایش بکنید که عرفتونه غلام برادر خدا وکیل برادر ما جدایی باس ناشتم قبول داریم ما خواستم خدا بیامرد همیشه رو الان هم دختر از دخترمونه آیا من خونم با تمام وجود در خدمت تمام خدمت بر محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر و قدردانی می‌کنیم از برادران بهمنی شبانین کوسا که در خدمتشون هستیم.
آنچه که مهمه فرمودن، اما ما انتظار و توقع برادری داریم که انشاءالله یه طوری باشه که در حد عرف و شرع دین اسلام. ما اکثرا مقلدیم، بالاخره دین رو قبول کردیم و پیرو کتاب قرآنیم. انشاءالله بزرگان لطف کنن و یه مقداری کمک کنن. سکه هم امروزی خیلی گرون شدن، ارزش شما بیشتر از این هست که ما عرض کنیم خدمتتون، اما توقع داریم، انتظار داریم که سطح سکه انشاءالله بزرگان لطف کنن یه مقداری بیا پایین تر. ممنونتون میشیم. بر محمد و آل محمد صلوات. کم کمی من 300 تا هم به خاطر وجود آقایون عبدالبن و آقایون مارو بختیاری و آقایون گلفکه هم همه آقا 230 مبارک باشه انشاءالله. مبارک باشه. شما در نکنه. شما در برادران ما هست و همینجور که به خودتو احترام نهادی ما وقت این سری خورزا کنیم میر وجود بزرگیمون داره به صورت تصویرون میاد. ایما همینونه به وجود بزرگان، به وجود خارزو اولین روشون داماد بر محمد صلوات. مال داماد ایا بلسو تاوات بابای بفنیونی باشه سنم فسوات آریان بی برید بچه ها برید 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 سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. من کاغذ تمام بود آقا دست درد نکنه. همین بهت دست به زحمت. باز هم یه لحظه شرمنده ایما هونه بستان بگیم یا شاخرا کل مجلس بگیم یا شاخرا یا با دو دست سلامات بر محمد. محمد سرباز همین به کل گران میوان مخصوصا معروف که تعصب مال میوان دست شما در نکنه. مبارک انشاءالله. امیر فقط دست بده. قربان شما. مبارک سلامتی.
بفرم آیا دوست میشه خیلی مخلص سلام